در قسمت ثبت تولد باید پدر و مادر طفل تذکره الکترونیکی داشته باشه که در زمان مراجعه به مرکز کپی تذکره الکترونیکی پدر و مادر طفل همراه با کارت واکسن یا کارت تولد طفل ضرورت می باشه که زمینه فرمایش برای ما آورده شود. چون این طفل نوتولد است سهولت‌های خاص خود داره. مثلا من که آمدم اول برای یک فرم داشتم، اون فرم خانه پوری کردم. در پلوی خود فرم درج معلومات نوشته بود که کپی تذکره پدرش، کپی تذکره مادرش، کارت تولدش باشه، کپیش اصلیش و یکی از والدینش حضور داشته باشه به طور فیزیکی تا به رویت از او اجراات شود. دیگه ما هم اسنادا را حاضر کردیم، مشکل نداشت، طی مراحل شد بسیار به سهولت.